سوال دیگر برادر عزیز، آیا در وقت پیغمبرمان عطر خوشبویی بود؟ بله برادر عزیز، این عطر اکو دمی عصر 21 نبر آمده. در همون زمانهای پیغمبرمان هم دنیا بود، حیات بود، پیشروی بود. تمام همین مملکت هایی که بودن اکثریت همینا بودن. این قدر امپریه های بزرگ بود، خانه و در و کار و بار و فعالیت و بازار و نان و میوه و همه چیز بود. برای همین بینیم پیامبرمان امام نسائی و جناب بیهقی و از حضرت انس ابن مالک روایت میارن، میگه پیامبرمان گفتن که حبب الی من دنیاکم ثلاث، من از دنیای شما سه چیز دوست میدارم: النساء و الطیب و جعلت قرة عین فی الصلاة. من از دنیای شما سه چیز را دوست میدارم. برادر عزیز، بسیار اهمیتین، بسیار یک پیامبر نازنین ما نبینین چی را دوست میداشتن. آیا امروز امت او دوست میدارد آن چیزی را که پیامبر دوست میداشت؟ هر امتی که این سه چیزی را که پیامبر از دنیا دوست میداشت دوست دارد، خوش به حالت که تو راه پیامبر اختیار کرده. اگر تا امروز این سه چیز دوست داشتنش اگر نمیدانستی، اگه انتخاب کو، اختیار کو که این آن چیزی است که پیامبر دوست میدارد. شما میدانید که پیامبر از روی هوا و هوس دوست نمیداشت، چرا که امروز ما از روی خواهشات نفسمون هر چیز دوست بداریم، از روی خواهشات نفس دوست میداریم، لیکن پیامبر از روی خواهشات نفس دوست نمیداشت. یکم گفت دوست میدارم زن را. برادران عزیز، دوست میدارم زن را. پیامبر زن را دوست میداشت. آیا دوست میداشت که فقط با او شهوت چرانی کنه؟ ولی بسیاری دشمنا را دیدین که در راست پیامبر گرامی یکی از اراده هاشون همیه که این پیامبر در طول عمرش زیاده از 10 زن گرفته، لیکن میدانن اونها که برای چی پیامبر 10 زن گرفته، برای چی میدانستن و میدانن که زنهایی را که پیامبر گرفته است چگونه زنها بودن، اینش هم میدانن. فقط از بیسوادی ما و شما که ما نمیدانیم که برای چی پیامبر 10 زن گرفتن و پیامبر کدام زنها، چگونه زنها زن پیامبر بودن، ما که نمیدانیم، ما را برادران متهم میکنن. ولی شما دانید که زنهایی را که پیامبر گرفتن همه زنهای پیرانسال بودن، همه صاحب 2 فرزند و 4 فرزند بودن. یگانه زنی را که جوان گرفتن که اینم خواهش ابوبکر صدیق بود، دعای ابوبکر صدیق بود که من عایشه را دوست می‌دارم که در نکاح پیامبر باشد. چگونه که پیامبر گفت 3 چیز من دوست می‌دارم، ابوبکر صدیق هم گفت منم 3 چیز را دوست می‌دارم. چی را دوست می‌داشت ابوبکر صدیق؟ النظر الی وجه رسول الله. دوست می‌دارم که همین 2 چشم از جمال زیبای پیامبر نکنم. دوست می‌دارم همین چشمم روی مادر منه، روی پدر منه، روی فرزند منه، فقط روی رسول الله را ببیند. این محبت همین. نمیخواهم که چشمم غیر چهره زیبای پیامبر دیگر جای را نظر کنه. در هیچ جای نگاه من راحت ندارد، لذت ندارد بجز چهره پیغمبر نازنین. دویم چیزی را که دوست می‌دارم و انفاق مالی علی رسول الله،
دوست می‌دارم که تمام درآمد ما، تمام مبلغ ما، تمام جمع کردگی ما در راه دین رسول الله صرف کنم. سیوم چی؟ ان یکون ابنتی تحت رسول الله. دوست می‌دارم که همین عایشه دخترکم که دوستش می‌دارم عایشه را در نکاح پیامبر باشد. دوست می‌دارم که عایشه وقتی که در نکاح پیامبر باشد این عنوان مادری میگیرد. ازواجه و امهاتهم، خدا میگه زنهای پیامبر مادرهای مؤمنها هست. دوست می‌دارم زن پیامبر باشه و عنوان مادر مؤمنها را بگیره و من خسور رسول الله باشم و روز قیامت اولاد ما را و همه ما را در گرد خودش جمع کند. ببینید یگانه زنی را که دختری خانه گرفتن، باکره گرفتن، این عایشه بود. دیگر جمع زنهای او همه زنهای سال خورده بودند. برای چی؟ یکی از علتهای الحکمت من تعداد ازواج نبی، یک کتابی هست که حکمتی انامین 10 زنی که گویم در نکاح رسول الله بودن یا حکمت داشتن. میگه یکی از سببهاش همین بود که در این 23 سال قرآن به گوش همه رسانیدن بسیار کار محال بود و در هر قبیله میرفت با فرمان الهی. پیامبر از پیش خود زن گرفتن نمیتونست، از پیش خود یک قدم پیش رفتن نمیتونست. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پیامبر هیچ کاری را، هیچ سخنی را نمیتونست انجام داده تا به شرطی که اگر الله فرمان میداد. اینها را میگرفت، تعلیم دین میکرد، یا را در یک محله میگذاشت، اونها زنها را دعوت میکردن. که پیامبر گرامی اینقدر وقت یافت و رفت با اینها در خانه‌هاشون مقصد صحبت کرد و شب گذرانی کرد و گویا معیشت کرد و الفت کرد. از کجا پیامبری تری وقت داشت؟ پیامبر به این خاطر هم نآمده بود، به خاطر منتشر کردن انامین قرآن آمد، منتشر کردن دین الهی آمد و همیشه در دعوت بودن و در نزد هیچ خانماش هم نبود. برای همین دوست داشتن زن را پیامبر نه به خاطر شهوت، به خاطر اکرام زنها، به خاطر که اینها مادرن. برادر عزیز و گرامی، من 10 بار تاکید کردم، باز میگم، زیرا که من خودم مسئول حس میکنم. ولی ممکن بسیاری آدما گویند که مثال بابای حاجی این قدر مثال تاکید بسیار میکنی یا در جان منزده. خب زنکا را تعریف کنم، مردکا میگن، مردکاش تعریف کنم، زنکا میگن. لیکن شما یک زدانی که من مسئولم، که من باید که چیزی را که پیامبر گفته سه من معنا کنم. من همین را خواندم، معنای همین را میدانم. پیامبر میگه بلغوا عنی ولو آیتن، یک حرفی را اگر تا از دین بدانی او را بگو. میگه من باید بگم. از همین لحاظ زن پیامبر گرامی گفتن دوست میدارم که این مادره. ما هم باید دوست بداریم، ما هم باید احترام کنیم، ما هم به قدر زنهامون باید برسیم. در حق زنها جبر نکنین، در حق زنها تهمت نکنین، حق زنها را پایمال نکنین، زنهاتون حقارت نکنین. بدانید که هرگاهی که شما در حق اونها هر کاری زشتی را که میکنین، علم یعلم بان الله یرا، خدا ترا همو حالتی ترا الله نگاه داره. خدای مهربان در قرآن سوره قاف میگه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر حرفی را که میگوی من در نزد تو ملائکه دارم نوشته هستند.
برای همین پیامبر گفتن من زن را دوست می‌دارم. از دنیای شما سه چیز را چیکار میکنم؟ دوست می‌دارم. یکم زن بود. دوم چیزی که برادر گفتن در زمان پیامبر عطر بود، گفتن و طیب، دوست می‌دارم که خوشبویی کنم. خواهرها و برادر عزیز، باید خوشبویی کنین. باید خوشبویی کنین. پیش هر یک نماز خوشبویی کنین. پیش هر یک همخوابگی خوشبویی کنین. دائم در همین خانه هم که باشین خودتان خوشبویی کنین. خوشبویی کردن این از سنت پیامبرمان ثابته. پیامبرمان بی‌نهایت بوی خوش میکرد. حتی حضرت ابین یک گل میگرفت بوی میکشید، اللهم صل علی محمد میگفت. ما هم هر یک بوی خوش به مشام رسید اللهم صل علی محمد بگیم و علی آل محمد، زیرا از پیغمبر ما ثابته که حضرت خوشبویی را دوست می داشتن. سیم گفتن و جعلت قرة عینی فی الصلاة، دوست می دارم که بین حتی گفته است همین نور چشمم، گوهرک چشمم فدای نماز باد. اینقدر حضرت نماز را دوست می داشتن. می دانستن که نماز وقتی آدم در حالت قیام استی با پروردگار تو راز گفته سی. نماز را دوست می داشت. عایشه مادرمون میگه اونقدر نماز را دراز می خواند، اونقدر عبادت زیاد میکرد که پاش ورم کردگی بود. مثل پای شتر ورم کردگی بود. این سه چیزی هست که پیامبرمون دوست می داشت. پس از این حدیث معلوم می شود که حضرت دائم خوشبوی بودند و خوشبویی را همیشه استعمال می کردند و امت چند تأکید کردند که یکی از سنت های من همین است که شما خوشبویی کنید، یعنی بوی خوش کنید دائم. خدای مهربان حفظتان کند. الله مهربان باز هم توفیقاتون زیاد کند و خدای مهربان به درد و به غمتون کند و ثواب این سوالهایی را که شما روان کردین در نامه اعمالتون نویسنده کند و توفیق عمل کردنش خدای مهربان باز هم نصیب من گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب.